مبین ارگاشوف برطرف کرده است و در این دور منتخب ما میتواند که بر ازبکستان غلبه به دست آورد است. در حال موردین صنف توپ رو با نیدایار زبیر باشد به مرکز ایستولی توپ با سلام اشور محمدов. ببینید که زود موقع خود رو عوض کرده است رستم سویرов و سلام اشور محمدов. رستم در داخل جریمه گاه ضربه توپ نوکی امکانیت برای زویرов پس دادن در کاس به کناری راست زویرов از پای میافتد و دوبار سیاجون زینالدینov به نقطه 11 متری اشاره میکند. قاعده بازی زیدی زویرов ویران گردید. بازی ما ضربه رستم سویرов رو ببینید. زبیرов زیدی عزت‌الله ترسونов صدایش تکیدوار عبدالمومین ضربه و گل 1-0 دسته ما در دقیقه 34 پس از اجرایش پنالتی به پیش میبراید. اجرایش پنالتی را از جانب عبدالمومین زبیرov به کنار چپ و ضربه زد. نیمه میدان رو عبور کند ولی باز هم فوتبالبازان تاجیک توپ رو میگیرند. سلام اشور محمدov هجوم ادامه دارد. سلام اشور محمدov گزارش نوبتی و ضربه سلام گل اصلا با سلام اشور محمدov که چگونه گل زیبا رو به ثمر میرساند. پس از گزارش مستقل و ضربه دروازه‌کوب او حساب 2-0 میگردد. احسن اصول بازی سلام اشور محمدov مانند است با عموما کار رستم سویرов در دو بازی است که عموما اومد نمیکند. رستم در داخل جریمه گاه رستم پاس لازم است. رستم پاس گل به پاس رستم سویرov بالاخره معرفی گل میگردد. 3-0 پس از حماقت خط محافظ ازبکستان و پس از توبرابایی اولی این بازیگر پس از وارد شدن با جریمه گاه ازبکستان ضربه برقاسای خود را انجام میدهد. موتر میگذارد زیرا که در اینجا اگر اشتباه نکنم ازبک حسنov در داخل جریمه گاه مونده بود که پاس را قبول کند. بله علامه وضعیت در موقع قوت در قانون داشت اما سویرov کارگردان از دیگر پهلو از دیگر موقع این حالت را نشان دادن. ما خوب درک نکردیم که کی در آنجا بوده بود که 1-1 وارد بود دروازه. بله ازبک حسنov ولی احمد خان برای چی درستشی بر زیاد کار الان که باید که پاس بده رساله تو به سمت پیش 1-1 میبرد بازیکن ازبکستان. حساب 3-1 میگرده. خط محافظه ما در همین حالت نتوانست که هجومی دسته ازبکستان را برطرف ساخت و در دومین بازی پای هم در دو بازی بین همین رفیقان تاجیکستان و ازبکستان پاس به مرکز بود. ازبک‌هاشیمov رو اداره کرد. تلاش نمود منوچهر سفرov که با او فشار آورد با همراهی رفیق رحمتov. پاس خیلی خوب بازی میکنند. ما توجه میکنیم با این عکس هجومی منتخب تاجیکستان ضربه این نواکه فکر کنم که تورمور رقیب است با حسابی بزرگ. برای متوجه میشویم همه بازیگران خط محافظه ازبکستان مایل کردند با خط هجوم با پیش حرکت کردند. خط محافظه خالی ماند. تنها یک نفر کوشش کرد که ضربه حساب اجراش بدهد. مشکل بود برصد و تلاش کرد. ازبکستان در یک گروه با دسته‌های اندونزیا، کامبوجا و ایران قرار دارد. در گروه A منتخب جوانان تاجیکستان باشد. در گروه D است با دسته‌های قطر، مالزیا و یمن. و در آنجا همین هیئت شان و شرف دسته تاجیکستان را محافظه می‌کند. صداش که خود را بلند می‌کند. دوبار سیاجون زینالدینov با حساب 4-1 دسته تاجیکستان در بازی دومی رفیقان ضد جوانان ازبکستان پیروزی به دست